میخوام به شما به تمرین این مراقبه جدید به نام هماهنگ شدن با پتانسیل های جدید خوش آمد بگویم. این مراقبه بسیار محبوب شده است و میخواهم چند دقیقه ای را صرف توضیح دلیل انجام آن و رفع ابهامات این فرایند کنم تا هنگام انجام مراقبه توانایی بیشتری داشته باشید. تمام پتانسیل هایی که در میدان کوانتومی وجود دارند در لحظه حال حاضر هستند و تمامی این پتانسیل ها به صورت الکترومغناطیسی در میدان کوانتومی وجود دارند. پس وظیفه ما این است که انرژی خود را تغییر دهیم تا با آن پتانسیل هایی که از قبل در میدان کوانتومی وجود دارند هماهنگ شویم. بنابراین پتانسیلی برای سالم بودن شما وجود دارد. پتانسیلی برای ثروتمند شدن شما وجود دارد. پتانسیلی برای داشتن یک تجربه عرفانی نیز وجود دارد. همه این پتانسیل ها در لحظه حال وجود دارند. افکار زبان مغز هستند و احساسات زبان بدن. نحوه تفکر و احساس شما حالت وجودی شما را شکل می دهد. ما همچنین می دانیم که افکار ماهیت الکتریکی دارند و احساسات ماهیت مغناطیسی. وقتی که طرز تفکر و احساسات خود را تغییر می دهید، یک امضای الکترومغناطیسی کاملا جدید را ارسال می کنید. پس اگر بتوانید از برخی احساسات محدود کننده مانند استرس، خشم، پرخاشگری، غم، درد، احساس بی‌ارزشی، ناامنی، گناه، شرم، ترس یا اضطراب خارج شوید، در واقع حالت احساسی خود را تغییر داده اید که این یعنی انرژی خود را تغییر داده اید. پس اگر حالت وجودی به نام فراوانی به عنوان یک پتانسیل در میدان کوانتومی از قبل وجود داشته باشد، شما باید شروع کنید به تغییر حالت وجودی خود تا با احساسی که فراوانی دارد هماهنگ شوید. و اگر بتوانید یک نیت واضح را با یک احساس ارتعاشی بالا ترکیب کنید، در حال ورود به یک حالت وجودی جدید هستید. پس در این مراقبه از شما خواهم خواست که وارد دو حالت وجودی شوید. توصیه می کنم در یکی از این حالتها چیزی را انتخاب کنید که واقعاً دوست دارید در زندگیتان خلق کنید. چیزی که برای شما معنای خاصی دارد. در حالت دوم باید با آن هماهنگ شوید. ما همیشه توصیه می کنیم چیزی را انتخاب کنید که بخواهید به عنوان یک آزمایش با آن بازی کنید. شاید یک تجربه عرفانی، شاید یک تجربه خارج از بدن، شاید درک عمیق‌تر از زمان. یا اگر فکر می‌کنید که خواب نمی‌بینید، شاید وقت آن رسیده که به این پتانسیل هماهنگ شوید که در واقع خواب می‌بینید. اما چیزی را انتخاب کنید که بیش از حد انرژی روی آن نداشته باشید، زیرا معمولاً همین مورد اول از همه در زندگی شما ظاهر و محقق می‌شود. بنابراین زمانی که انرژی شما با آن انرژی که در میدان کوانتومی وجود دارد هماهنگ شود، آن تجربه را به سمت خود جذب خواهید کرد. فرض کنید که فراوانی چیزی است که روی آن کار می‌کنید. پس برای اینکه با فراوانی هماهنگ شوید، باید یک نیت مشخص درباره آن داشته باشید. اگر یک تکه کاغذ بردارید و روی آن حرف A را بنویسید و سپس دو خط مارپیچ در اطراف آن بکشید، این دو دایره مارپیچ اطراف A نشان دهنده میدان الکترومغناطیسی هستند. اما آن نیت به تنهایی کافی نیست، زیرا باید با یک احساس ارتعاشی بالا ترکیب شود. بیشتر مردم وقتی فراوانی را می‌خواهند، در واقع آزادی را می‌خواهند. آنها آزادی انجام هر کاری را در هر زمانی با هر کسی و هر چند بار که می‌خواهند می‌طلبند. پس احساس یا تفکر پشتیبان فراوانی همان آزادی است. حالا برای اینکه وارد یک حالت وجودی جدید شوید، وقتی من از شما میپرسم اولین پتانسیلی که میخواهید با آن هماهنگ شوید چیست، باید آن حرف A نماد را در ذهن خود بیاورید و سپس بدن خود را از نظر احساسی آموزش دهید که آن آینده در همین لحظه حاضر چه احساسی خواهد داشت. اجازه بدین من اینجاشو یکم بازتر کنم. دکتر جو دیسپنزا میگه وقتی زمانی که در مدیتیشن من از شما میپرسم اولین پتانسیلی که میخواید با اون هماهنگ بشین چیه، شما باید اول کلمه چیزی رو که روی دفترتون نوشتید، مثلا نوشتید ماشین
کلمه میم نوشتید و دورش 2 دایره زیگزاگ کشیدید. وقتی ازتون میپرسه چیه، شما حرف میم رو که نماد کلمه ماشینه رو توی ذهنتون میارید و در همون لحظه باید ببینید که از نظر احساسی چه احساسی دارید. و دکتر جو ادامه میده و هنگامی که آن نیت شفاف رو با یک احساس ارتعاشی بالا ترکیب کنید، در حال ورود به یک حالت وجودی جدید هستید. در این مرحله مغز و بدن شما دیگر در گذشته زندگی نمی کنند، بلکه شروع به تعریف شدن بر اساس آینده می کنند. یعنی چی؟ یعنی اون نیت شفاف، نیت شما مثلا داشتن ماشینه با یک احساس ارتعاشی بالا. احساس ارتعاشی بالا مثل شوک‌گذاری، شادی، آزادی. چه احساسی دارید اگر اون ماشین و اگر اون پول و اگر ازدواج و هر چی، اگر اون تجربه عرفانی رو داشته باشید؟ وقتی اینها رو داشته باشید میگه بدن شما دیگه توی آینده زندگی میکنه. اکنون زمانی که وارد آن حالت وجودی جدید میشوید، یک حالت وجودی در واقع یک شخصیت است و یک شخصیت واقعیت شخصی را ایجاد میکند. بنابراین هنگامی که به یک حالت وجودی جدید وارد میشوید و یک امضای انرژی جدید را در میدان پخش میکنید، به شما میگویم همین حالا در آن آینده زندگی کنید. چه انتخاب‌هایی خواهید داشت؟ چه رفتارهایی از خود نشان خواهید داد؟ چه تجربیاتی در انتظار شما هستند و چه احساسی دارید؟ و همانطور که شروع به مشاهده همه این تصاویر می کنید، در حال آموزش مغز خود برای تغییر هستید تا طوری عمل کند که گویی آن تجربه قبلا اتفاق افتاده است. ما از تمام تحقیقات می دانیم که شما می توانید فقط با تفکر مغز و بدن خود را تغییر دهید تا به شکلی درآیند که گویی آن رویداد قبلا رخ داده است. پس زمانی که در آن آینده زندگی می کنید و انتخاب‌هایی را که قرار است انجام دهید تمرین می کنید و رفتارهایی را که قرار است نشان دهید مرور می کنید، می توانید یک تجربه جدید را مشاهده کنید و احساسی را که آن تجربه خواهد داشت در خود ایجاد کنید. شما در حال تغییر مغز و بدن خود هستید تا دیگر بر اساس خاطرات گذشته تعریف نشوند، بلکه بر اساس چشم‌اندازی از آینده شکل بگیرند. پس از شما می‌خواهم که در آن آینده زندگی کنید و سپس آن را به ذهن برتر بسپارید تا ذهن برتر آن را به بهترین شکل برای ما سازماندهی کند. پس افکار زبان مغز هستند و احساسات زبان بدن. نحوه تفکر و احساس شما یک حالت وجودی را ایجاد می‌کند. اگر با احساسات بقا و هورمون‌های استرس زندگی کنید، بیشتر ماده خواهید بود تا انرژی. به عبارت دیگر، شما ماده‌ای هستید که سعی دارد ماده را تغییر دهد. اما زمانی که یک نیت شفاف را با یک احساس ارتعاشی بالا ترکیب می‌کنید، در حال ارسال یک امضای الکترومغناطیسی قوی‌تر هستید و در این حالت شما بیشتر انرژی هستید تا ماده. زمانی که به نقطه‌ای برسید که بیشتر انرژی باشید تا ماده، آن زمان است که می توانید تغییرات بزرگی را در دنیای خود ایجاد کنید. پس تمام پتانسیل ها به صورت الکترومغناطیسی در میدان کوانتومی وجود دارند. وقتی انرژی خود را تغییر دهید تا با آن پتانسیل هماهنگ شوید، آینده را به سمت خود جذب خواهید کرد. با آن آزمایش کنید، امتحانش کنید. ما داستان‌های شگفت انگیزی از افرادی داریم که کارهای خارق العاده انجام دادن. امیدوارم از آن لذت ببرید.